بریم. آسمون توی روزی که دارم میرم دلم کادو بخرم. ای زیباست. به در بسته خوردیم. تا کی بازن نمیدونی؟ 9 شب پاس بریم بعد برگردیم. اصلا بریم بیام دیگه نه شماره چی نداره زنگ بزنیم؟ شماره چرا مامان؟ بیا اومد گوش اینا داره میخوام مدیر گروه معرفی کردن به شما یه دونه از این اتیکت های فلزی کار ما نیست. باید بریم کسی که لیزر کار میکنم با فقط روی کاغذ چاپ آها فقط روی کاغذی. کجا باید بریم؟ اینایی که کار لیزر انجام میدن یکی فکر میکنم من اینا دستتون درست. به در بسته باز هم خوردیم. باید بریم یه جایی که لیزر تریکس خارج شدیم. ببینم اینجا کجاست. بیا بالا پشت بون مغازه زدم. آهر بابا این میشه دیگه لباس بهش بکن واسه اشتباز مگنیت بعد یه جور نیست که سری بیفته رو لباس. نه دیگه آهن رو باره فقط یه نکته خاصی رو برداری که نیفته اینا بتابونی بعد برش چون خیلی قویه. خیلی قویه. الان رو لباس شما زخم هم هست امتحانش رو Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas. سلام، چطورین؟ من همین الان از بیرون اومدم. اینم که اینجوری گذاشتم هیچ دلیلی نداره. همینجوری اینو دیدم بعد گفتم که مثلا اینو بذارم، میخوام الان حرف بزنم و اینا. من رفتم بیرون. دیروز که رفتم یه تیکه ولاگ گرفتم، چون که مثلا همه جایی نمیتونی دوربینو در بیاری و از اون لحظه رو ثبت کنی و فیلم بگیری. به خاطر اینکه مثلا وقتی توی مغازه اون فروشنده گیر و اینا میده و اینا زیاد مثلا چیز نیست. اوکی نیستم با این قضیه. هنوز همه جا اینجوری نیست. حتی مثلا شهر کتابم اجازه نمیداد که من فیلم بگیرم. من رفتم دیروز این روپوشمو گرفتم که دیدین، اتیکتمو گرفتم. بعد اتیکتم بذار بهتون نشون بدم. دیدینش دیگه چون فیلم گرفتم. اتیکت اونجا یه عالمه طرح بود که باز از اونها فیلم گرفتم که مثلا واسه رشته‌های مختلفی، حتی واسه یه رشته خیلی جلو، واسه یه رشته طرح‌های مختلف که بعد مثلا میتونستی انتخاب کنی. من این طرح رو انتخاب کردم. ببین طرح رو انتخاب کردم، اسمم بود. بعد گفتم که مشکی باشه که مثلا روی سفید اینجوری مشخص بشه. مشکی داشت، طلایی یا مثلا خود زمینه سفید با نوشته مشکی. من اینجوری سفارش دادم. بعد این کنارش هم یه دونه قلب داره. بعد اولش گفتم لاتینو ننویس که اسمم بزرگتر بشه. بعد گفتم که حالا مثلا بزرگتر بشه که چی؟ دیدم لاتین هم شاید خوب باشه. گفتم یه دونه لاتین هم زیرش نوشت. هم مگنتی داشت هم سنجاقی که من مگنتیشو گرفتم. مگنتش هم خیلی قویه. اینجوری بازش.
بعد دیگه این کار رو کردم. بعد یه دونه شلوار سرمه‌ای پارچه‌ای میگرفتم با یه مقنعه سرمه‌ای. من مقنعه مشکی که واسه دانشگاه گرفتم خیلی دوست داشتم. دقیقاً خواستم از همون مدل، همون مغازه سرمه‌ایشو بگیرم که بسته بود، شنبه باز میکنه. شلوار پارچه‌ای سرمه‌ای آمادم هیچ جایی نداشت. یعنی مثلا مغازه‌های لباس اداری اینا داشتن ولی زیاد خوب نبود. تو باز بعد میادی به خیاط. بعد دیگه مامانم گفت که بریم پارچه بگیریم، بعد اون پارچه رو بدیم به خیاط که مثلا درست کنه اینا. امروز صبحم رفتیم، یعنی گفتم الان اومدم رفتم پارچه شلوارمو گرفتم. سرمه‌اش خیلی خوش رنگ‌تره تا این چیزی که توی اینجوریه تقریبا. بعد پارچه‌ش هم خیلی خوبه. بعد این دیگه بعد بدم به خیاط درستش کنه. مقنعه‌ام که شنبه میگیرم. یه دفترچه یادداشت میخوام، یکی 2 تا دفتر میخوام، یه قیچی گفت بعد بگیریم، قیچی کوچولو. بعد داریم تو خونه یه دونه کوچولو ولی چون که دیگه نمیتونم بیارمش خونه چون اونجا کثیف نمیشه دیگه گفتم که برام یه دونه بگیرم. همین دیگه. یه دونه ویدیو هم ادیت کردم امروز صبح تا بیدار شدم. یعنی این کار ادیت چند مرحله است دیگه. مثلا دیگه تا مرحله آخر برده بودم اون ادیت، یه مرحلهش مونده بود. امروز صبح بیدار شدم اون انجام دادم بعد رفتم بیرون. الان احتمالاً بخوام آپلودش کنم، بعد بشینم جزوه بنویسم چون که نیم ساعت از جزوه‌ای که صدای استاد ضبط کردم مونده. بعد دیگه نمیدونم چیکار کنم. امروز پنجشنبه بود، پنجشنبه دانشگاه ندارم، جمعه ندارم، شنبه هم ندارم. اینجوری. البته یه هفته در میون پنجشنبه ها ندارم. یعنی 2 گروه شدیم. من چون گروه بیام ندارم. چطوره؟ الان میخوام برم اون روپوشی که گرفتم و یه ذره بلند بود با اون پارچه‌ای که واسه شلوار سرمه‌ای اتاق پراتیک گرفتم و ببرم پیش خیاط تا هم شلوار درست کنه هم اون روپوشو کوتاه کنه تا اون اندازه‌ای که میخوام در بیاد. دومین باری که به در بسته خوردیم. این آقا هم که رفته مسافرت بود، نه مقنعه فروش. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow.